90% موفقیتت به این 10 دقیقه صبحگاهیت بستگی داره که قراره توی این ویدیو بهت یاد بدم چجوری یه روتین صبحگاهی انرژیتیک داشته باشی. سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. من آتنا مرادی هستم و خوشحالم که توی یک ویدیوی دیگه با یه آموزش دیگه، یه آگاهی دیگه کنارتونم. قانونی که کانال یوتیوب ما داره اینه که تا آخر ویدیو لبخند روی صورتتون باشه که قبلا توی ویدیو قبلی دلیلش و این لبخند رو توضیح دادم. اگه میخوای دلیلش رو بدونی برو ویدیو قبلی رو حتما نگاه کن. آدمای موفق، ثروتمند یه راز مشترک دارن، اونم روتین صبحگاهیشونه. اونا روزشون رو همینجوری شروع نمی کنن، با یه سری کارهای انرژیتیک شروع میکنن که قراره که توی این ویدیو این راز مشترک رو بهت یاد بدم که خودمم بالای 4 ساله دارم این روتین ثروتساز و صبحگاهی رو اجرا میکنم. این روتین صبحگاهی انرژیتیک 3 بخش مهم داره که اگر انجامش بدی انگار کائناتو گرفتی توی مشتت، که هم میتونی به صورت نوشتاری اجراش بکنی هم به صورت لسانی. ولی اگه به صورت نوشتاری انجامش بدی تاثیرش چندین برابره. قبل از اینکه این 3 بخش رو بهت توضیح بدم کامل که از فردا بخوای اجراش بکنی، میخوام بهت بگم که داشتن روتین صبحگاهی یکی از مؤلفه‌های بسیار بسیار مهمه که توی موفقیت تو تأثیر میذاره. آدم‌هایی که روزشون رو با انرژی خوب شروع میکنن، با روتین صبحگاهی شروع میکنن، اون روزشون رو هدفمند جلو میبرن، مهندسی شده اتفاقات روزشون رو رقم میزنن. و کسی که کلاً روتین صبحگاهی داره به کائنات این پیام رو میرسونه که من هدف دارم، من برنامه دارم، من میدونم از این دنیا چی میخوام. نه اینکه بشینه همینجوری بیدار بشه، هر مدلی که دوست داره یه روز این مدلی یه روز اون مدلی شروع بکنه بدون هیچ پیش‌فرضی، انگار یک صفحه سفیده و کائنات هم هر جوری که دوست داشته باشه اون روز رو براش رقم میزنه. ولی الان تویی که میخوای این روتین ثروتساز، موفقیت ساز، انرژیتیک رو یاد بگیری، توی هر بخشی که بریم بهت توضیح میدم که این روتین چجوری برات کار میکنه. بخش اول این روتین شوک‌گذاری هستش، ولی نه هر مدل شوک‌گذاری. این مدل شوک‌گذاری که بهت میگم نتیجه بخشه و تأثیرش رو خیلی سریع توی حال و هوات، توی نتایج زندگی، توی دنیات میبینی. این شوک‌گذاری رو من بالای 4 ساله که دارم انجامش میدم و نتایج خوبش رو نه تنها فقط برای خودم بلکه توی دانشجوهای VIP و هر کسی که بهش یاد دادم دیدم و الان نوبت توئه که اینو یاد بگیری. اول میای بابت چیزایی که همین الان داری توی زندگی شوک‌گذاری میکنی. سقفی که بالا سرت، تن سالمی که داری، گوشی موبایلی که دستت، اینترنتی که داری، حال خوبی که داری، هر چیزی که داری رو اون لحظه شوک‌گذاری کن. بعدش میای بابت چیزهایی که نداری ولی میخوای به زودی به دستشون بیاری، خواسته هایی که میخوای جذبشون کنی شوک‌گذاری کن، طوری که انگار همین الانم تو زندگیت هستش. مثلا اگر تو ماشین نداری ولی میخوای ماشین بخری به زودی، باید مشخصات ماشینی که دوست داری و توی فکرت میخوای بخری رو داشته باشی و بنویسی خدای شکرت بابت 206 سفیدی که زیر پامه. درسته که الان نداریش ولی باید شوک‌گذارش باشی، چون قراره خیلی سریع و به زودی جذبش کنی. شاید الان برات سوال باشه که من چند تا شوک‌گذاری بنویسم. بهتره که برای ذهنت محدودیتی ایجاد نکنی. یه روزایی دوست داری تعداد بالایی شوک‌گذاری بنویس. یه روزایی نه، کمتر شوک‌گذاری می‌نویسی، هیچ مشکلی نداره. فقط مهم اینه که ذهنتو محدود نکنی. از فردا این مدلی که بهت گفتم شوک‌گذاری کن. ببین چجور کائنات، دنیا خودشو با تو خواسته‌هات هماهنگ میکنه و خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکنی خواسته‌هاتو وارد زندگیت میکنه. انگاری تو با این روش شوک‌گذاری کائناتو توی رودرواسی قرار میدی. من یه دونه ویدیو دارم توی پست‌های قبلی که بهت توضیح دادم قوانین و اصول شوک‌گذاری رو کامل اونجا بهت گفتم. اگه دوست داشتی اون ویدیو رو هم نگاه کن. بریم سراغ بخش دوم روتین صبحگاهی. خیلی وقتا ما خودمونو با این سرعت زندگی که خیلی سریع داره همه چیز سپری میشه نادیده میگیریم، خودمونو یادمون میره. مخصوصا الان که وارد یک فضای دیجیتالی گسترده شدیم و با دیدن
چرخیدن توی اینستاگرام، دیدن افراد دیگه، ناخودآگاه خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، ناخودآگاه به خودمون حس ناکافی بودن میدیم و خودمون رو سرزنش میکنیم. این توی DNA و مکانیزم ما خانوم ها قرار گرفته و آقایون کمتر خودشون رو سرزنش میکنن، نادیده میگیرن، چون این توی وجود ما زن هاست. و حالا باید تو این صداها رو، این احساس ناکافی بودن، این حسهای منفی رو هر روز توی روتین صبحگاهیت خاموششون بکنی و به جای اینکه توجهت، تمرکزت به بیرون باشه، به آدمای دیگه باشه، توی بخش دوم تمام توجهت رو میاری به خود. اسم این بخش من کیم هست. تو توی این بخش میای مینویسی من کیم، چه توانایی هایی دارم، چه قابلیت هایی دارم، چه مهارت هایی بلدم. تمام تمرکزتو توی این بخش میاری روی خودت. تویی که خودت رو نادیده گرفتی، از این به بعد باید هر روز به خودت یادآوری کنی که کی هستی. تو توی این بخش دیگه منتظر نمیمونی که بقیه بهت بگن چه چشمای زیبایی داری، چه چهره قشنگی داری، چه خانوم اصیلی هستی، چه آقای محترمی هستی. تو توی این بخش هر روز به خودت یادآوری میکنی کی هستی، چی کارا کردی و چه دستاوردهایی تا به امروز داشتی. ما وقتی یه چیزی رو توی زندگیمون به دست میاریم، به یک موفقیتی که میرسیم، بعد یه مدت فراموش میکنیم که چه کارهای بزرگی رو توی زندگیمون رقم زدیم و تو توی بخش دوم روتین صبحگاهی شروع میکنی به یک سریاشو نوشتن. قرار نیستش که هر روز یک صفحه خیلی بزرگ پر بکنی. در حد 2-3 خط به خودت یادآوری کن که کی هستی، که عزت نفستو شارژ کنی، اعتماد به نفستو شارژ کنی. تو توی این بخش دوم که من کیم، داری به کائنات پالس میفرستی، لیاقتت رو نشون میدی و هر روز برای خودت یادآوری میکنی. هر بار که این تمرین، این بخش دوم رو انجام میدی، کدای خیلی زیادی برای خودت باز میشه و توی بخش دوم من کیم به شناخت بیشتری از خودت میرسی. من عاشق این بخش دوم هستم تو روتین صبحگاهی، چون باید به خودم یادآوری کنم چه کارایی کردم، چه مسیری رو طی کردم، چه اتفاقایی رو توی زندگیم رقم زدم و به خودم یک بار دیگه، یعنی هر روز نشون میدم که چه قابلیت هایی دارم، چه زیبایی دارم. و اینجور وقتها تو در طول روز، چون این انرژی باهات همراه هستش، دیگه اصلا در حد خودت نمیبینی که یک سری کارا رو انجام بدی، در حد خودت نمیبینی که با یک سری آدم هایی که انرژیشون پایین هستش، انرژیشون منفی هستش، هم کلام بشی، بخوای مراوده بکنی. در حق خودت نمیبینی که بخوای یک سری انرژی های منفی رو به خودت جذب بکنی. این بخش دوم برای تو از چندین بود، از چندین جهت معجزه میکنه. رسیدیم به بخش سوم روتین صبحگاهی ثروت سازمون، موفقیت سازمون و انرژیتیکمون که قراره از این به بعد هر روز صبح انجامش بدیم. تو به انجام این بخش سوم دیگه نمیذاری سوالی توی ذهنت بدون جواب بمونه. خیلی وقتا ما خیلی سوال ها داریم که جوابشو نمیدونیم. این که من چجوری میتونم رشد بکنم، من چجوری میتونم پول بیشتر رو به دست بیارم، من چجوری میتونم درآمدم رو رشد بدم، فروشم رو بیشتر بکنم، من چجوری میتونم لول زندگیم رو بالاتر ببرم، ظرفیتم رو بیشتر بکنم، روحم رو ارتقا بدم. و قراره که توی این بخش جواب تمامی سوالهاتو بگیری. ما خیلی وقتا توی زندگیمون دودل هستیم، میخوایم یه تصمیمی بگیریم، یه کاری شروع بکنیم، یه اتفاقی رو رقم بزنیم، نمیدونیم که A رو انتخاب بکنیم یا B رو انتخاب بکنیم. و قراره که توی این بخش به جواب تمامی این سوالها برسیم. من قبلا وقتی که میخواستم یه تصمیمی رو بگیرم یا جواب یه سوالی رو نمیدونستم، میرفتم سراغ آدما. خیلی آدم مشورت گیری بودم. از هر کسی، با هر جایگاهی، با هر دستاوردی، با هر لولی، از همه مشورت میگرفتم. تا وقتی که با این بخش سوم آشنا شدم و دیدم که
کی میتونه بهترین مشاور من توی زندگی باشه؟ کی میتونه جواب درست تمامی سوالها رو به من بده؟ کی میتونه به من کمک بکنه با جوابش که همیشه تصمیم درست رو بگیرم و با آگاهی جلو برم و هیچ وقت نخوام تصمیم اشتباه بگیرم؟ اون فرد کسی نیست جز خدا و کائنات. تو بخش سوم میای سوالهایی رو میپرسی هر روز که ذهنت رو مشغول کرده. میخوای درآمدت رو رشد بدی ولی نمیدونی چجوری. میخوای یه تصمیمی بگیری ولی نمیدونی کدوم تصمیمت درسته. و میای هر روز یک سوال از کائنات میپرسی من چجوری میتونم حالم رو بهتر بکنم؟ من چجوری میتونم درآمدم رو رشد بدم؟ من چجوری میتونم بیشتر پس انداز کنم؟ من چجوری میتونم ارتباطم رو با همسرم بهتر کنم؟ الان میخوام جنس بخرم، به نظر تو بخرم یا نخرم؟ هر سوالی که داری شاید خیلی ساده باشه، خیلی کوچیک باشه، ولی ته ذهنت نمیدونی دو دلی چی کار کنی. اون روز توی دفتری که داری برای روتین صبحگاهی فقط میتونی یک سوال از کائنات بپرسی. بعد از اینکه سوالتو پرسیدی منتظر میمونی که خدا و کائنات جوابتو بهت بده. این جواب مثل یک نشونه سر راهت قرار میگیره. فقط کافیه که به نشونه ها دنیای اطرافت آگاه باشی و مشاهده‌گر خوبی باشی. جواب سوالت گاهن مثل یک فکر توی ذهنت قرار میگیره. خدا خودش به دلت میندازه. فقط کافیه که قدم اولو برداری و سوالی که فکرت رو مشغول کرده رو خیلی واضح از کائنات بپرسی. بعد اینکه پرسیدی رها کن و منتظر جواب خدا و کائنات باش. شاید اوایل وقتی این سوال رو میپرسی یکی دو روز اول، هفته اول جوابها برات واضح نباشه. صبوری کن و این تمرین رو انجام بده. بعد از یه هفته که انرژیت با این تمرین تنظیم میشه خودت میبینی وقتی سوال رو اون روز میپرسی خیلی سریع جواب سوالت رو ممکنه یک پست اکسپلور باشه، ممکنه که یک صحبت از یک دوستی باشه، خدا به دلت بندازه، خدا به شکل یک فکر توی ذهنت قرار بگیره. از روش‌های مختلف خدا جوابش رو بهت میده. تو فقط کافیه که این روتین صبحگاهی که بهت یاد دادم رو از فردا شروع کنی اجرا کردن. خودت میبینی که چه معجزه هایی وارد زندگیت میشه. خودت میبینی که درهای الهی چجوری به روت باز میشه. چون تو یه قدم برداشتی، از انرژیت محافظت کردی و انرژیت رو مهندسی شده در راستای خواسته هات پیش بردی. من از روتین صبحگاهی که خودم دارم 3 از بخشاشو بهت یاد دادم. انجام بده و حتما بعد از انجام دادنش حس و حال نتایج تو زیر همین ویدیو برام کامنت کن. و در آخر یادت باشه داشتن لایف استایل انرژیتیک، روتین انرژیتیک کلید ورود تو به موفقیت، حال خوب، ثروت، عشق، سلامتی و معجزه های بزرگ توی زندگیته. من بهت یاد میدم که چجوری روتین ثروت ساز داشته باشی و کافیه که تو فقط بهش عمل کنی. اگه این ویدیو رو دوست داشتین و اگه میخواستید که از این ویدیوهای آموزشی بیشتر براتون بذارم حتما این ویدیو رو لایک بکنید و نظرتون رو زیر همین ویدیو برام کامنت کنید.